یکی به ما دخترها همیشه یه نفر هستش که 24 ساعتی سرش تو گوشیشه، انگار داره بم خونسا میکنه، با هیچ کی حرفم نمیزنه، سم و بکمون ساکت. یکی دیگه هم هستش که همیشه گشنشه، هر 5 دقیقه بار بچا من گشنمه، چی بخوریم؟ بچا چیزی داریم بخوریم؟ من گشنمه. بچا زنگ بزنم ببین یه چیزی بیارم بخوریم؟ من گشنمه. کارت بخوره به اون شکمت فقط اومدی بخوری. یکی دیگه هم هست همیشه گوه میزنه تو برنامه ریزی به خاطر دوست پسرش یا همون آقاشون. آقامون چوست گرفت دیر کردم ببخشید. گوز داری؟ گوز بده آقای الان میام، دیره میدونم اومدم. واسه چی اومدی تو آخه؟ یکی دیگه هم هست که کلا عکاس جمعه، تو استوری اینستاگرام داره میچرخه، فقط عکس میگیره، بومرنگ میگیره، این حرکت ها میکنه. یکی دیگه هم هست فقط قور میزنه، فقط وای سرده، وای گرمه، ای وای خود دیر شد، ای وای خود زود شد، اینجا کی ریده، اونجا کی چوسید، بمیرم الهی، آی وای آتیو دیگه نمیام، برنامه هم کنین دیگه نمیام. برو